مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم سیوم ایول ساعت 18:03 وضعیت در دهه اوویز ولسوالی خوهان، ولسوالی شهر بزرگ و دهه زیرکی ولسوالی روغستان ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان مرکب گردیده منطقه‌های نامبرده از طرف حرکت طالبان تصرف شدند. در نتیجه زدخورد مسلحانه حرکت طالبان کمانداتوره سرحدی اویز ولسوالی خوهان را نیز اشغال کردند. بیشتر از 300 نفر نظامیان قوه‌های مسلح جمهوری اسلامی افغانستان به مقاومت مسلحانه تاب نآورده با مقصد نجات خود توسط منطقه محافظتی بین دیدبانگاه‌های پنجم استقلال و ششم سر غور اتریاد سرحدی شمس‌الدین شاهین سرحد دولتی را عبور کرده به حدود جمهوری تاجیکستان گذشتند. سرحدبانان تاجیک با نظرداشت پرینسیپ انسان دوستی و حسن همجواری به گریزگان اجباری برای واردشوی به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازت دادند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی سرحدبانان تاجیک. با این وجود مرزبانان تاجیک می گویند وضعیت در مرز بین تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت پوره سرحدبانان تاجیک قرار دارد. از 22 ایون به این طرف این علاقه سیومین مورد به فشار طالبان تاب نآورده به قلمرو تاجیکستان فرار کردن نیروهای دولتی افغانستان است. یادآور می‌شویم روز 22 ایون 134 نظامی افغان بعد از جانب طالبان تصرف شدن شیرخان بندر بزرگترین گذرگاه در مرز افغانستان با تاجیکستان به طرف گذرگاه 5 پایان فرار کردند. روز 27 ایون 17 حربی افغان بعد به دست طالبان افتادن ولسوالی کلدار ولایت بلخ به ناحیه شهرتاز تاجیکستان فرار کردند. روز 23 ایون 53 تن از نیروهای دولتی افغانستان به فشار طالبان تاب نآورده به ازبکستان فرار کردند، ولی مقامات ازبکستان آنها را پس فرستاده گفتند که به امور داخلی افغانستان دخالت نمی‌کنند و به هیچ گونه عبور غیر قانونی مرزهای خود نیز راه نخواهند داد. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان می‌تواند بعد خروج تکیه‌گاه اساسیش نیروهای ائتلاف بین المللی سقوط کند. قرار است 4000 عسکر و افسر امریکا مورد اساسی این ائتلاف علاقه تا 4 ایول سال جاری ترک افغانستان کنند. وزارت دفاع تاجیکستان هفته گذشته خبر داد که نیروهای مسلح را که در خط دائم حمایت مرز افغانستان قرار دارند به حالت آماده باش آوردند. تاجیکستان با افغانستان 1370 کیلومتر مرز مستقیم دارد که روی مجرای امودریا و پنج می‌گذرد. حمایت اکثر مناطق این مرز به دلیل ریلیف مرکب کوهستانش خیلی مشکل است.